خاطر پیسه مسیحی میشه، دروغ مسیحی میشه، بازی میته اونا را. عقلای ما رو چه قسم بازی میته؟ میگه که پیغمبر مرده خوب است یا پیغمبر زنده؟ خود اما جناب محمد مصطفی علیه السلام گفت که حضرت عیسی معجزه داشت، مرده را زنده میکرد. معجزه می است که قلبای مرده را زنده میکنه. یک قدر که پیغمبر خدا مسلمان کرده، دینش مردمه، هیچ پیغمبر که قلبای مرده را زنده نکرده. آتینا عیسی ابن مریم، و به تحقیق و آوردیم به حضرت عیسی پسر مریم. چرا خداوند پسر مریم را قید میمانه؟ هیچ پیغمبر به نام مادرش یاد نمیکنه. نمیگه موسی ابن حنا، نمیگه محمد ابن آمنه، هیچ جای نگفتنه هیچ پیغمبر را. ولی تنها حضرت موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام است که خداوند میگه عیسی ابن مریم، یعنی رد میکنه عیسوی ها را عقیده شانه که اونا میگن عیسی ابن الله، عیسی بچه خداست. اعوذ بالله.